به کانال جنبو خوش اومدید. سلام، من هرمز لاوریان هستم، نویسنده و گوینده داستان کوتاهای جنبو. خیلی خوشحالم که باز صدای منو از این کانال میشنوید. امروز با یه اپیزود جدید خدمت شما دوستان رسیدم که خودم خیلی موضوعش رو دوست دارم، چون موضوع این داستان یه جورایی با فرهنگ ما جنوبیا عجینه و جدایی نشدنی. پس اگه موافقید بریم با هم دیگه اپیزود سوم از فصل دوم داستان کوتاهای جنبو رو بشنویم. داستان کوتاه عبدالقادر. ابرهای تیره آسمان جزیره را پوشانده بود و اجازه نمیداد نور چندانی به زمین برسد. سایه درختها مثل مار پیچ و تاب می‌خوردند و بعد سرازیر چالاب‌ها می‌شدند. خانه‌های جزیره عین عصای دست پیرزن‌ها خمیده و قوزدار بودند. قوس نوک‌تیز پنجره‌ها از شیشه‌های خاکستری ساخته شده بودند که از آن نوری رنگ پریده به بیرون می‌پاشید. باد سرد و نمناکی در لابلای کوچه پس کوچه ها می‌وزید و خاک را در هوا پراکنده می‌کرد. اهالی این جزیره باورهای عجیب و غریبی داشتند که نمی‌گذاشت آنها زیاد از خانه بیرون بیایند. آنها معتقد بودند که باد و طوفان‌های دریایی با خود اجنه به ساحل می‌آورند. موجوداتی نامرئی که جسم و روح انسانها را به تسخیر در می‌آورد و با عذاب دادن قربانی‌هایشان مایه سرور خود را فراهم می‌کنند. به همین علت مردم آن خاک طبق رسوم نیاکانشان برای در امان ماندن از طلسم شیاطین چهره و بدن خود را با تورهای ماهیگیری می‌پوشاندند. این تورها که زمانی اهالی جزیره برای صید ماهی از آنها استفاده می‌کردند، حالا تبدیل به سپری دفاعی در برابر اجنه برایشان شده بود. تفاوتی هم در روز و شب نمی‌کرد. از همان درب خانه باید تورها را به تن می‌کردند و بیرون می‌آمدند. ولی با این احوال باز هم درون چشم‌های آن مردمان که از پشت توری مشبک دنیا را می‌دیدند ترس و وحشت آشکار بود. ترس از درد و رنجی که ممکن بود تا لحظه مرگ همراهشان بماند. مردم این جزیره شادی و خنده را قدغن می‌دانستند. از پیرهایشان شنیده بودند موسیقی، رقص و هر آنچه رهایی از پیش می آید نفرینی از آن سوی دریاهاست، از دیار بادها و اهل آنها. مردم بر حسب آیین گذشته برای در امان ماندن از این مصیبت تور می پوشیدند و اگر صدایی غریب به گوششان می رسید دستهایشان را به هم می زدند تا طلسم شیاطین شکسته شود. این دست زدن‌های مکرر که گاهی آشوبناک هم می‌شد بخشی از زندگی روزمره‌شان شده بود. صداهایی که در ساحل و کوچه‌ها می‌پیچید و با بادها در هم می‌آمیخت. در وسط تنها خیابان جزیره درخت کنار کهنسالی وجود داشت که مردی کارتون خواب زیر آن زندگی می‌کرد. مردی به نام عبدالقادر. او قامتی بلند و تکیده داشت به همراه موهای مجعد و چرکالود. سفیدی بیش از حد چشمهای درشت او در چهره سیاهش ترس به دل مردم میانداخت، طوری که همه میگفتند آن مرد سیاه یکی از اهل آنهاست. برای همین کسی زهله نزدیک شدن به او را نداشت. عقبه عبدالقادر به یکی از کشورهای آفریقایی برمیگشت. کشورهایی که سالیان دور مورد تاخت و تاز تاجران برده قرار گرفته بودند و نسل‌های باقی مانده آنها هنوز هم وارثان درد و رنج‌هایشان بودند. رنجی که زمان را شکافته و تن عبدالقادر را برای سکنا برگزیده بود. مرد سیاه‌پوست به دلیل فقر تورهای پاره و مندرس می پوشید و این کارش بهانه دیگری به دست اهالی میداد
که او را یکی از خودشان یعنی اهل آنها بدانند. اما واقعیت امر چیز دیگری بود. عبدالقادر خودش بزرگترین قربانی این ماجرا بود. او هر شب زیر درخت کنار مورد شکنجه بادها و اجنه قرار می گرفت. تنش تا طلوع آفتاب بارها در آتش انداخته می شد و بیرون می آوردند. هیچ کدام از اهالی جزیره نمی دانست که زخمهای پشت کمر عبدالقادر از کجا آمده. آن زخمها جای ترکه شیطان بر جسمش بود. زخمهای ناسوری که هر شب تازه می شد تا نگذارد مزه درد و رنج از یادش برود. ولی با همه این احوال او آنجا ایستاده بود و جایی نمی رفت. بگذارید تا بگویم دلیلش چیست. اهالی جزیره طبق باورهایشان برای در امان ماندن از اجنه باید نذورات می دادند. آنها نذریهایشان که شامل شیرینی و غذاهای چرب می شد به پای درخت کنار می آوردند و به آن مرد سیاه چهره که به خیال خود یکی از اهل آنهاست می دادند که شاید شیاطین از آنها و خانوادهشان راضی شوند. نزدیکی های غروب شده بود و شب برای مرد سیاه‌پوست تکرار نبردی زجرآور بر سر زنده ماندن بود. نبردی ناعادلانه که جسم ضعیفش را میدانگاهی برای جولان بادهای خبیث می کرد. بادها همیشه زهر به تن قربانی‌هایشان می پاشند. بر روی پوست دست و صورت عبدالقادر هم تاولهای چرکی دیده می شد. از سن و سال درخت کناری که در میانه خیابان بود کسی خبر نداشت. بعضی‌ها تخمین می‌زدند که بالای 500 سال عمر دارد. اما مسئله سن درخت نبود. اهالی می‌گفتند که لای شاخ و برگ‌های درخت شیاطین لانه دارند و این برایشان ترسناک بود. مخصوصاً دمامی که بالای درخت آویزان بود. دمام از جنس چوب کور با تناب موی بز بود. این ساز که عبدالقادر از پدرش به ارث برده بود ارزش زیادی برایش داشت. میتوان گفت بخشی از وجودش بود. وسیله‌ای که با آن میتوانست سکوت زجرآور شبهایش را از هم بدرد تا جسمش در مقابل هجوم شبانه جنها کمی در امان بماند. عبدالقادر بی توجه به نگاه‌های سنگین و پر از سرزنش مردم که از آنجا عبور می‌کردند رفت و دمام را از سر میخ برداشت. تنابش را به دوش انداخت و شروع به نواختن کرد. انگشتان پینه بسته و زبر او بر پوست دمام فرود آمد تا صدایش در فضای سنگین خیابان بپیچد. صدایی که از هر کجای جزیره میشد شنید. افرادی که از آنجا عبور می‌کردند با وحشتی که در نگاهشان موج می‌زد بی اختیار شروع به دست زدن کردند. آنها زیر لب لعن و نفرین مرد سیاه‌پوست می‌کردند و با شتاب از آنجا دور می‌شدند. از مغازه خرما فروشی که دقیقاً روبروی درخت کنار قرار داشت بوی تند کندر و اسپند بلند شد. ضرب آهنگ دمام کم کم داشت عبدالقادر را وارد خلسه می‌کرد. حرکاتی هماهنگ و موزون گویی بدنش با موسیقی یکی شده باشد. پاهایش را آرام جابجا می‌کرد. دستهایش در هوا میچرخید و بر روی پوست دمام پایین میآمد. سرش با هر ضربه به آرامی تکان میخورد. دردهایش که مدتها چون زخمهایی کهنه در روحش جا خوش کرده بودند به جوشش و غلیان افتادند. دردهایی که متعلق به این روزها نبودند. سالها اجنه تنش را به تسخیر درآورده بودند و زجرش میدادند. افرادی که از آنجا عبور می‌کردند دست زدن‌هایشان تندتر و صدایشان را بلندتر کردند. اما عبدالقادر چشمهایش را بسته بود و گوشش همه ضرب آهنگ دمام بود. صدای دمام سرخوشی غریبی به تنش سرازیر می‌کرد. مثل این بود که با موسیقی و دود افیون تنت را کیفور کنی. احساس خنکی به او دست داده بود. حالا چهره پدرش جلوی چشمهایش بود و از آن قاب موی بدنش سیخ شده بودند. از لای جمعیت 3 مرد که دژداژه‌های سفید به تنشان بود بیرون آمدند. آنها نیز دمام بر دوش داشتند.
دمام‌های کوچکتر از آن چیزی که عبدالقادر با آن می‌نواخت. آن سه مرد برخلاف مردم عادی صورت‌هایشان را با تور نپوشانده بودند. یکیشان مردی کوتاه قامت با شانه‌های پهن بود، دیگری لاغر و بلند و سومی میان سال با ریشی سفید. هر سه به سمت عبدالقادر آمدند و کنارش ایستادند. دمام‌هایشان را آرام و با ضرباهنگ مرد سیاه‌پوست هم نوا کردند. صدا پرشورتر از قبل در خیابان پیچید. صدایی که حالا جاشوان از میان تنگه هم میتوانستند بشنوند. دست زدن‌های جمعیت که از آنجا عبور می‌کردند به فریادهای نامفهوم تبدیل شده بود. بعضی از بچه‌های کم سن و سال سنگ‌های کوچک کنار خیابان را به سمتشان پرتاب می‌کردند. در همین اثنا از انتهای خیابان پیرمرد سال خورده‌ای که دژداژه سفید پوشیده بود و کلاه پولکدوزی به سر داشت دیده شد. او هم مثل سه مرد دیگر تور بر چهره نداشت. پوست دست و صورتش چروکیده و آفتاب سوخته بود. عصای باریک خیزرانی در دست داشت که با هر قدم به زمین می‌کوبید. عصایش از 3 جا نقره‌کوب بود و زنگوله‌ای از همان جنس در محل خمیدگی آویزان داشت. پیرمرد جمعیت را پس زد و نزدیک آمد. به عبدالقادر خیره شد. مرد سیاه پوست به محض دیدن او دست از نواختن دمام برداشت. 3 مرد دیگر هم از او تبعیت کردند و سکوت رعب‌آوری خیابان را فرا گرفت. بوی کندر و اسپند مغازه خرما فروشی همه جا را گرفته بود. پیرمرد در عین تعجب عصایش را بالا برد و ضربه محکمی به پشت عبدالقادر فرود آورد، انگار که بخواهد مجرمی را حد بزند. صدای ضربه خیزران در خیابان پیچید، اما در چهره مرد سیاه پوست کوچکترین تغییری دیده نشد. عبدالقادر بعد از کمی مکث دمام را از گردنش بیرون آورد و زمین گذاشت. آرام و با طمأنینه رو به پیرمرد کرد و به زبان عربی گفت: يلا الزهر وفوني وإنما وفوني شيخ شنگر وإنما رزوني. صدای خودش نبود، انگار که اهل آنها از ته گلویش داشتند با پیرمرد حرف می زدند. مطلب عجیب این بود که عبدالقادر اصلاً عربی بلد نبود و حتی در طول عمرش یک بار هم به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر نکرده بود، ولی حالا او داشت به زبان عربی حرف می‌زد. پیرمرد دستش را بالا برد و ضربه دیگری به پشت عبدالقادر وارد کرد. آن 3 مرد شروع به نواختن دمام کردند و با پیرمرد این کلمات را خواندند: همدو سکونش مرمریه، شیخ شنگر هوای خنجریه. عبدالقادر با هر ضربه چوب خیزران ضرباهنگ دمام را در تنش عمیق‌تر احساس می‌کرد. زانوهای بیجانش دیگر تاب و توان بدنش را نداشتند. برای همین به زانو در آمد و تنش شروع به لرزیدن کرد. صداهای عجیب و نامفهومی مثل اره کردن چوب از سینه‌اش شنیده می‌شد. از پایین کمرش موجی شکل گرفته بود و به طرف سرش می آمد، مثل شبهایی که دریا طوفانی بود و خشمش را بر سر ساحل خالی می کرد. موجهایی که در بدنش تشکیل شده بودند به شانه‌هایش می رسید، بعد وارد گردنش و با حرکت غیر معمولی انگار که بخواهند خاک قالی را بتکانند از سرش بیرون انداخته می شد. این کار او
بارها و بارها تکرار شد. اگر هر انسان دیگری جای او بود، قطع به یقین مهره‌های گردنش خرد می‌شد و می‌مرد. موجها به سمت سرش می‌آمدند و خیلی محکم به بیرون پرتاب می‌شدند. در میان صدا و هیاهوی دمام و دست زدن‌های اهالی، عبدالقادر احساس کرد که بدنش دارد تبدیل به یک چوب خشک می‌شود و نمی‌تواند حرکت کند. حتی انگشتش را هم نمی‌توانست تکان بدهد. نفسش سنگین شده بود. دردی درون شکمش حس می‌کرد که هی داشت بیشتر می‌شد. می‌خواست فریاد بزند تا همه را خبردار کند، ولی توان باز کردن دهانش را نداشت. از ته گلویش فقط صدای نامفهوم خورناس شنیده می‌شد. او در همین حالت زجرآور بود و داشت با تنش کلنجار می‌رفت که درد توی بدنش شروع به بالا آمدن کرد. وارد سرش شد و چرخید. دیگر طاقتش را از دست داده بود که ناگهان از منفذ دماغش دودی سیاه رنگ بیرون آمد. صدای خشک و گوش خراشی از گلویش شنیده شد. دود مثل مار سیاهی بود که لای جمعیت رفت و لحظه‌ای بعد ناپدید شد. افرادی که از آنجا داشتند عبور می‌کردند، وحشت زده از چیزی که دیده بودند، دست‌هایشان را محکم‌تر به هم زدند و با عجله دور شدند. پیرمرد بار دیگر عصایش را بالا برد و ضربه سنگین‌تری که عینش را نزده بود به پشت کمر مرد سیاه پوست وارد آورد. یک آن عبدالقادر انگار برق گرفته باشدش به هوش آمد و خودش را میان مراسم زار دید. ترس به مغز و استخوانش سرایت کرد. چشمهایش دو تشت خون شده بودند. نفس میزد. نمیدانست آنجا چیکار میکند. پیرمرد او را در آغوش گرفت و دم گوشش گفت آروم باش، چیزی نی. سه مردی که دژداژه سفید پوشیده بودند همچنان داشتند دمام میزدند و تعدادی از زن و مرد که به دورشان حلقه زده بودند دست میزدند. پیرمرد که با بازار بود آرام از عبدالقادر جدا شد و با صدای دمام شروع به رقصیدن کرد. کلمات گنگی به زبان می آورد. صدایش سخت شنیده می شد. هرچه بود به زبان عربی داشت چیزی می گفت. در همین هنگام زنی با لباس پولک دوزی شده که برکه‌ای بر چشم داشت وارد اتاق شد. لیوان بزرگ و سرخ رنگی در دستش بود. به عبدالقادر داد و گفت بخور. بوی خون بز به دماغ مرد سیاه پوست خورد. با اینکه تا حالا خون بز نخورده بود ولی لیوان را یکسره بالا کشید. مزه تند خون در دهانش پیچید و احساس خنکی عجیبی در جگرش کرد. روبرویش در میان حلقه زن و مردهایی که خلسوار داشتند دست می‌زدند سینی بزرگی پر از شیرینی و غذاهای چرب بود. دلش می‌خواست از آنها بخورد که ناگهان دید با بازار بالای سرش ایستاده. پیرمرد دستش را گرفت و آرام بلندش کرد. از لای جمعی که آنجا بودند گذشتند و به اتاق دیگری رفتند. اتاق ساده و خالی از تجملات بود. یک تخت چوبی که رویش حصیر انداخته بودند گوشه اتاق به چشم می‌خورد. عبدالقادر با کمک پیرمرد روی تخت حصیری دراز کشید. او بعد از ماه‌ها به خوابی عمیق و راحت رفت. خوابی بدون کابوس، بدون درد و رنج‌هایی که بدنش را آزار می‌دادند. در خواب دریا دید با آسمانی آبی و از دور دست‌ها صدای دمام می‌شنید.